تا حالا دقت کردی چرا هر وقت یکی ویدیو میگیره که توش بد و بیرا و فحش میکشه به ایران و ایرانی، اون ویدیو سریع وایرال میشه، هممون میفرستیمش واسه هم دیگه، زیرش کامنت میذارن خیلی حق، 100% حق. بیا تا بهت بگم چرا. یک جایی استعمار سنتی به این درک میرسه که اگه بتونه روایت ذهنی مردم یک جامعه رو تغییر بده و اون روایت رو جایگزین کنه با روایتی که خودش میخواد، میتونه اون جامعه رو کنترل کنه بدون حتی شلیک یک گلوله. یکی از ساده ترین و مرسوم ترین این تکنیک ها بهش میگن سلف سابوتاژ، یعنی خود تخریبی. اگه ما بیایم روایت ذهنی مردم یک جامعه رو جایگزین کنیم که ماها دزدیم، دروغگوییم، خرابیم، رفتار جمعی مردم اون جامعه متناسب میشه با این روایت، با این روایتی که تکرار میکنن برای خودشون. یه مثالی که هممون شنیدیم، سرانه مطالعه ایرانیا خیلی پایینه، دروغه. من تو دانشگاه اینجا درس خوندم، با قشر تحصیل کرده اینجا دمخور بودم، میتونم بگم سرانه مطالعه راننده های تاکسی ایران از سرانه مطالعه پروفسورهای دانشگاه اینجا اروپا بالاتره. ولی چرا این کارو میکنن؟ چون وقتی ما به این باور برسیم که آقا ما که مطالعه نداریم، ماها یه مش بیسوادیم، اون وقت یه احمقی که نشسته تو انگلیس یه مزخرفی میگه، ما حرف اونو قبول میکنیم چون ما که مطالعه نداریم ولی اون مطالعه داره. حالا این حرفی که دارم میزنم اصلا نکته سیاسی نداره، اصلا بحث سیاسی نیست، بحثش چیز دیگه ایه. این برای من مهمه و برای تو هم باید مهم باشه، چون یکی از اون موانع ذهنیه که مانع موفقیت میشه. تو وقتی باور کنی که ایرانی لیاقت هیچ چیزی رو نداره، پس منم ایرانیم، پس منم لیاقت هیچ چیزی رو ندارم، در نتیجه هیچ وقت نمیتونی موفق بشی علیرغم همه تلاشایی که میکنی. بیا ببین چند تا از این تکنیک های سلف سابوتاژ، خود تخریبی رو میتونی پیدا کنی، اونا رو بنویس، برای منم بنویس و از این به بعد اجازه نده هیچ ویدیویی که میاد تخریب بکنه ایرانی رو نگاه نکن، برای کسی نفرستش، به خودت یادآوری کن که این سلف سابوتاژه، این یه سایاپسه، این یه عملیات روانیه. نذار که تو ذهنت اون بلاک ذهنی رو شکل بده، تو دامش نیفت. من میگم همه ایرانیا خوبن؟ نه. همه ایرانیا بدن؟ نه. هیچ ربطی نداره، همه جا خوب و بد داره. تکنیک نخور، حرف سر اینه.